منجی عالم بشریت اجماعاً صلوات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدواریم که پروردگار عالم در این روزهای میلاد مسعود منجی عالم بشریت همه ما را جزو عاشقان و شیفتگان راه و مکتب پیرو اون سردار بزرگوار بگردد. چند دقیقه‌ای که در خدمت شما هستم با توجه به اینکه یکشنبه آینده 12 ربیع الاول مصادف با سالگرد تولد حضرت رسول معظم اسلام است، پیرامون کیفیت تولد ایشان و حکم برگزاری جشن‌ها و کنفرانس‌ها و همایش‌ها و کنگره‌های مسلمانان برای قدردانی و به پاس زحمات حضرت رسول معظم اسلام میگیرند انشاءالله کلمات شکسته‌ای عرض خواهم کرد. در واقع قبل از اینکه به کیفیت تولد رسول معظم اسلام و چگونگی میلاد مسعود آن سید بزرگوار بپردازیم، جا دارد نگاهی گذرا به مردم و وضعیت و اوضاع نابسامان قرن ششم هجری میلادی البته بیفکنیم و اوضاع نابسامان اونها رو مقداری مورد توجه و بررسی قرار بدیم. قرن ششم میلادی رو مسلمانان به عنوان قرن جاهلیت و دوران جاهلیت از آن در سخنرانی‌ها و محافلشان به یاد می‌آورند. چرا؟ تمامی مذاهب اون زمان اهم از مذهب عیسویت، موسویت، مذهب ابراهیمی و سایر مذاهب دستخوش تحریف کنندگان و بازیچه بازیگران و ملعبه انسانهای سودجو و فرصت طلب قرار گرفته بود. به ویژه ملت عربی که پایبند دین ابراهیمی، ملت ابراهیم حنیفا بودند که اونها میزبان بزرگترین خانه توحید بیت الله المعظم مکرم بودند، خانه‌ای که حضرت ابراهیم علیه السلام صرفاً برای عبادت و راز و نیاز رب العالمین ساخته بود و بنا کرده بود و شالوده و اساس آن جز برای توحید یکتاپرستی چیزی دیگری در بین نداشت. متاسفانه بیش از 360 بت در اون خانه عبادت باشد. اخلاق عرب عوض شده بود، ظاهره اونها تغییر کرده بود، حس امتیاز و تمییز بین خوبی و بدی رو از دست داده بودند، چیزهای خوب را بد و چیزهای بد را خوب می‌دانستند. شرابخواری، قماربازی، عرض شود خدمت شما سرگرمی‌ها، خون و جنگریزی، جنگ و خونریزی و سایر اخلاق ذمیمه در میان اونها رواج گرفته بود، به طوری که جنگ و مایه سرگرمی و تفریحشان می‌دانستند. قساوت قلبی اونها به حد خودکشی و شاید انتحار رسیده بود. در کل بشر اون زمان در جاده انتحار و خودکشی قرار گرفته بودند و در این بحبوح از زمان دنیا در واقع نیازمند یک منجی و یک انسانساز وجود داشت که بیاد و جامعه رو تحول عظیم رو در جامعه اسلامی به وجود بیاره و قطعا هیچ نهضتی، هیچ مکتبی، هیچ انسانی نمیتوانست اون اوضاع نابسامان رو تغییر دهد و اونها رو از راه زشت و پلیدی به شاهراه هدایت راهنمایی بکند. اینجا بود که الله ذوالجلال طبق سنت دیرینه خودش متوجه آیت امروز پیامبری منجی رسولی بیاد و این اوضاع نابسامان را التیام ببخشد. لذا قبل از این که اون رسول بیاد الله ذوالجلال زمینه آمدن پیامبر رو مساعد فرمود. ما در تاریخ و ببینید در قرآن عظیم الشان در سوره فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل واقعه اصحاب الفیل رو میخوانیم که این واقعه در سال عام الفیل 2
می‌پیوندند که زمانی که ابرهه اشرف ملعون با سپاه چندین هزار نفره خودش راهی مکه می‌شود تا اینکه برای همیشه بنیان کعبه رو از بیخ منبر کند و نام توحید و یکتاپرستی رو از صفحه گیتی محو نماید. پروردگار عالم طیر ابابیل را لشکر آسمانی خودش را متوجه اونها می‌کند و همه اونها را نابود می‌کند بدون اینکه یکی از مشرکین مکه و یا عبدالمطلب که در رأس اونها بود و سیادت و ریاست و قیادت اونها را به عهده داشت بدون کوچکترین عکس العملی پروردگار عالم لشکر اونها را به درک واصل کرد و همه اونها را از بزرگ تا کوچک گرفته همه را برای همیشه از صفحه گیتی محو کرد. این در واقع هشداری بود، در واقع چراغ سبزی بود برای این که پیامبری و زمینه مقداری مساعد شده است. حضرت عبدالمطلب اونجا بود که با خودش نذر کرده بود که اگر پروردگار عالم به ایشان 10 تا فرزند بده یکی از اونها رو در راه خدا نذر میکنه، قربانی میکنه. 10 تا فرزند پروردگار عالم و ولایت فرمود، یکی از اونها عبدالله پدر رسول آینده است. عبدالمطلب وقتی که شمار فرزندانش به 10 تا میرسد اینها رو میبرد داخل خانه خدا. علاقه شدید و وافری به خانه خدا داشتن. فرمود باید در میان شما قرعه کشی بشه. من نذر کردم قرعه هر کدوم که بالا آمد باید زر بشه و قربانی بشه. تیره ها رو میاندازن، قرعه میاندازن، یکی از اونها رو برمیدارن. در داخل قرعه چه نوشته هست؟ عبدالله پدر رسول آینده. نام عبدالله هست، کوچکترین و محبوبترین فرزند عبدالمطلب. دست عبدالله رو میگیرد، بابا جان قرعه به نام تو در آمده، باید کار بر حقوق تو قرار بگیرد. عبدالمطلب عبدالله و نواره قربانگاه میکند، اما پروردگار عبدالله میخواد عبدالله رو زنده نگه داره چون محمد از پشت قبر ایمان به دنیا میاد. نه، عبدالله رو کجا میبری؟ پدر منجی عالم بشریت آینده رو کجا داری بری عبدالمطلب؟ خداوند متعال این غریزه رو در قلوب قریش قرار داد، آمدن مانع شدن مانند سدی جلوی عبدالمطلب. و والله قسم ندی بذاریم کوچکترین دستبردی به جای عبدالله ببریم. برو پیش مفتی بزرگ شهر مکه استفتاء بکن، سوال بکن، شاید راهی را جلو پات بگذاره. عبدالمطلب میاد اونجا میگه آقا جان 10 تا کاغذ نام 10 تا شتر بنویسی و در یک کاغذ نام عبدالله رو، یعنی 11 کاغذ رو ببینید 10 شتر بالا میاد یا عبدالله. از میان این همه کاغذ رو برداشتن تو مردم نام عبدالله. سبحان الله. 20 تا شتر اضافه کردن، قرعه کشی کردن، عبدالله. 30 تا، 40 تا، 50 تا 99 تا، هر کاری کردن، هر بار قرعه عبدالله می آمد. عبدالمطلب 2 مرتبه هم نکرد، عبدالله رو گرفت. گفت نه نگه داریم. خداوند متعال عاطفی از غیب صدا کرد 100 شتر در مقابل عبدالله قرار بدید. 100 شتر که قرار دادن، قرعه بالا آمد، قرعه 100 شتر. گفت عبدالمطلب قبول ندارم، من باید نظم و ایفا بکنم. بار دوم قرعه کشی بکنی، 100 شتر. بار سوم 100 شتر. خداوند متعال گفت عبدالله تو رو نگه میدارم، لازمت دارم برای آینده امت رو نمیخوام بیچوبان کنم. بله برادران عزیز، اینجوری عبدالله پدر رسول معظم اسلام از نظری که عبدالمطلب کرده بود جان سالم به در آورد. و اینجا بود که آمنه دختر وهب رو که از حیث نسب و موقعیت اجتماعی که از محترمترین زنان قریش به شمار می آمد برای عبدالله خواستگاری کرد. البته داستانها و بالاخره بحث در این مورد که چجوریش و میراث زیاد است که من لب کلام رو باید بگم خدمت صاحبان عزیز. اینجا بود که حضرت آمنه رو بعد به ایشان درآوردند و رسول معظم اسلام در واقع در اون زمان بود
که حامله، حضرت آمنه حامله شد و عبدالله برای کاری که عبدالمطلب اون رو فرستاده بود به جانب مدینه منوره رفت، اما این سفر دیگه بازگشت پی نداشت. عبدالله قبل از وفات رسول معظم اسلام از دنیا رفت. آمنه حامل منجی عالم بشریت و بزرگترین مرد انسانیت بود. بشنوید از زمان خود آمنه می‌فرماید به خدا قسم برخلاف سایر زنانی که حامل بودند، من در دوران حملم نه احساس درد کردم، نه احساس ناراحتی و نه احساس خستگی. فکر می‌کردم چون می‌فهمیدم که حاملم، اما از اون جایی که اون خستگی و احساس در من وجود نداشت، گاهی اوقات با خودم شک می‌کردم که نکنه من حامله نیستم، ولی فکرش نمی‌کرد که حامل رسول الله. زمان داره نزدیک میشه، لحظه به لحظه ماه ربیع الاول آمد، لحظات انتظار داره به پایان میرسد. آری سروران عزیز، لحظات حساس زندگی بشریت داره نزدیک میشه. خجسته ترین روز انسانیت لحظه به لحظه داره نزدیکتر میشود. لحظات به صدا در آمده شیپور حیات جدید در دنیا و لحظات برکنده شدن طغیان ظلم و فساد از دنیا داره نزدیک می شود. عقربه های تاریخ توقف کرده و منتظر یگان منجیان بشریتند، منتظر فردی هستند که ماشین بی هدف و بی حرکت بشریت رو به جاده مستقیم هدایت بکنه، منتظر فردی از دنیا که وجدان خفته و مست شده بشریت رو تجدید و شکوفا بکند. آری سفید دم روز دوشنبه 12 ربیع الاول شد که به والله قسم کافهای شام رو در پرتو اون نور تماشا کردن. نوری درخشیدن گرفت، تاریکی شبها شکست، از پرتو ایمان او دنیای کفر از انگسست، دنیا چراغانی بشد از برکت نام رسول. دنیا هزار چراغ شد، دنیا چراغانی بشد از برکت نام رسول. زیبنده باشد نام او، مهرش به هر قلبی نشست. ناگهان صدایی فضای مکه و پوشان که ای مردم، ستاره‌ای که با طلوع آن احمد به دنیا آمد، اون ستاره طلوع کرد. الله اکبر. در اون زمان بود که 14 کنگره از ایوان مدائن فرو ریخت، معبد به آتشکده مجوسیان برای همیشه به خاموشی گرایید و کنشت‌های پیرامون دریاچه ساحل برای همیشه نابود شدند و ندای توحید و الله اکبر فضای مکه را پوشاند. خبر به عبدالمطلب رسید که فرزند عزیزت به دنیا آمد، فرزند عبدالله به دنیا آمد. عبدالمطلب از فرد و خوشحالی بلافاصله آمد نزد رسول خدا، نزد محمد کوچک. البته هنوز اسم براش مشخص نکردن. نوه کوچکش رو برمی‌داره بلافاصله در روی کعبه، حیران سرگردان چه اسمی براش انتخاب کنن. مشوره میکنه هر کسی اسمی رو، اما اسم محمد تا اون زمان میان مردم دست نبود، یعنی اسم محمد وجود نداشت، فرزندی به نام محمد نبود. هر کس آرای خودشان را پیشنهاد میکردن. در درون کعبه ناگهان صدای فضای کعبه را پوشاند که اسم این نوزاد را محمد بگذارید. محمد یعنی چی؟ یعنی ستون شده، تعریف شده، قابل تمجید. من الله رو در زمین و آسمان در کون مکان تعریف و تمجیدش میکنم، اسمش محمد بگذارید. عبدالمطلب علی رغم اصرار مشرکین مکه فرمود من این حاطب غیبی که قطعا فرشتی از فرشتیان خداست، لبیک گفته به اسمش رو محمد میگذارم. بله محمد شد، نامش محمد شد، در زمین آسمان محمد شد، در بین انس و جان، فرشته ها، ملکوت، در زمین زمان، در جنت و در دنیا اسمش برای همیشه محمد شد. و ما محمد الا رسول. صلوات الله. بله
رسم بودن که بچه ها که دنیا می آمدن برای اینکه از طبیعت آرام و با کرامت بیرون شهر مکه استفاده بکنن دایه ها و شیرده هایی می آمدن و اطفال رو در می داشتن تا اونها رو در مدت 2 سال مقدار حقوقی رو از والدین فرزندان دریافت بکنن و در قبال اون فرزندشون رو پرورش بدن. توجه بکنید اینجا آمنه مادر محبوب رسول خدا محمد کوچک محمد رو به آغوش گرفته و بی صبرانه منتظر دایه هایی هستن که از بیرون شهر بیاد و مجرد این که اتفاقا اون سال خوشسالی بود دایه ها و زنان آمدن آمنه بلا فاصله کودکش را کودک کوچک و یتیمش را به آغوش گرفت سر راه کاروان ها ایستاد اما هر کس که می آمد محمد را او عرضه می کرد محمد رو بر نمی داشت. چرا؟ چون محمد یتیم پدر ندارد غافل از این که محمد خدایی دارد محمد کسی رو داره که او رو در آدمی گذارد کاروانها یکی پس از دیگری هر کس که میاد آمده بوده و بچه رو بگیر نه بابا نداره نمیخواهش به درد ما نمیخوره. حلیمه سعدیه که شطور لاغری داشت آلاغ و 4 پای لاغر و از همه دیرتر رسیده بود وقتی که خبر به آمده رسید حلیمه داره میاد امیدوار شد و این زن آخرین زنه پایان کاروانه محمد رو قبول میکنه بود پیشش محمد رو بگیر گفت باباش زنده گفت نه گفت نمیخوامش حلیمه بگیر تو خدا محمد کسی رو نداره دل بهارش بسوزه نه سال خوشسالی محمد پولی نداره حلیمه میرود تمام شهر رو میگرده اما کودکی پیدا نمیکند بالاخره لاجرم برمیگرده و میاد محمد کوچک رو قبول میکنه با مجردی که رسول الله را با آغوش میگیرد فستانه های خشک و بدون شیر حضرت حلیمه فقران میزند دنیا عرض میشود چشمان حلیمه به طرف نابشور میرود نابشوری که با خدا قسم تاریخ ریسان میریسد قطعه شیر در فستانه هایش دیده میشد قطرات شیر داشت بیرون میآمد فقران میزد ما دولاقی که آمده بودن بهاش که آخرین کاروان بود حضرت حلیمه سعدی وقتی که محمد رو روش سوار کرد مانند اسب که حرکت کرد اسبای رو باطل جلو زد گفت خدایا این دیگه چیه من چه کسی رو برداشتم چه کسی با من است محمد در گردون اندازه 7 روش میکنه برمیدار میره به منطقه خودش قصه ها و مسائل زیاد است گوسفندان حلیمه از کردن صالح حفیظ علمی وجود ندارد همه گوسفندان به چرا میرن گوسفندان همه شب گرسنه برمیگردن اما گوسفندان حلیمه مملو از شیر همه چوبانه های خودشان را کتککاری کردن که شما چرا نمیبرید جایی که گوسفندان حلیمه میچرن اونجا گوسفندان را بچرانید اما غافل از این که حلیمه گوسفندانش کسی دیگه داره اسکارتشو میزنه میگه به خدا قسم هر جا به گوسفندان حلیمه میاد ما اونجا میبریم اما نمیداریم که چی هست گوسفندان حلیمه سیر و پشیر برمیگردن اما گوسفندان ما گرسنه کاری نداریم برکت رو نزول رحمات الهی و حلیمه و سایر مردم اونجا با چشم خودشان میبینن و مشاهده میکنن لذا اینجاست که 2 سال رسول الله تمام شد و باید محمد رو برگردانه اما حلیمه ای که دیروز نمیخواست محمد رو بیاره امروز نمیتواند فراغ محمد رو تحمل کنه حرکت میکرد با محمد کوچک بیاد نزد مادرش آمده که مادر 2 سال فرزند تمام شده اما اجازه بده که محمد پیش من بماند مادرش میگه نه آمنه نه حلیمه محمد 2 سالش تمام شده است و ما خرجی نداریم که ما شما بدیم باید محمد رو ما برگردانیم میگه حقوقی از شما نمیخوام ولی اینو میدونم که محمد رو ازم بگیری روحم رو گرفتی به خدا قسم علاقه ای که نسبت به محمد مشاهده میکنم
اجازه بده که محمد با هم مجدد بره. آمنه میگه اشکال نداره ببردش. محمد میاد با برادر کوچکش الان شده 3 سال گوسفندان رو روزه ها در میکنه، در میار بیابان صحرا، شب برمیگردونه خانه تا اینکه در هوای صحرا با طبیعت خوب بگیره. لباسهای سفید رنگ آمدن و رفتن. حلیمه نسبت به آینده فرزند نگران شد. بلا فاصله محمد رو برداشت پیش مادرش آورد، چون که نمیدانست که چه آینده‌ای در انتظار محمد است. فقط همین در فهمید که این محمد آینده داره. آمد در میان راه به مجدد اینکه وارد کعبه شد، وارد مکه شدن، بلا فاصله حضرت حلیمه متوجه کعبه شد و درون کعبه برد حضرت رسول خدا را، محمد آینده رو. در اونجا که برد ناگهان هاتفی صدا در داد: ای حکیم، ای جایگاه مقدس، امروز 100,000 نور خورشید بر تو فروزان می شود. از هوا بشنید بانگی که ای حکیم، تاف بر تو آفتابی بس عظیم. ای حکیم امروز آید بر تو زور، 100,000 نور از خورشید جور. حضرت حلیمه میگه من جا خوردم، خدایا این صدا از کیست و چی داره میگه؟ پشت سرم نگاه کردم، محمد رو ندیدم. غمها بر من فرود آورد، آتش غم در وجودم شعله زد، نفهمیدم کجا برم. سر و صدام آسمان رو گرفت که محمدم در هر خانه و دیوانوار میزدم که محمدم گم شده است. پیرمردی فرتوت و فرسوده چشمش به حلیمه افتاد. گفت از چی نگران مضطرب و پریشانی؟ گفت فرزندم گم کردم. گفت بیا بریم. دست حلیمه رو گرفت، گفت ما یک خدایی داریم به نام عزا داخل کعبه است، این خدا گم شده ها رو پیدا میکنه. اینجا گوش بدید، این خدای ما گم شده ها رو پیدا میکنه. بلند شو بریم پیشش. پیرمرد آمد با حلیمه نزد بت عزا، بتی که گم شده ها رو پیدا میکرد، بهش خطاب کرد: این حلیمه سعدی از امید تو آمدن در زل شاخ دید تو. آمده پیش این حلیمه که از او فرزند طفلی گم شده، نام آن کودک محمد آمده است. وقتی که نام محمد رو گرفت 360 بت همه به زانو واژگی بر روی زمین. بتها لرزیدن گرفتن، توان بنای گوش کردن نام محمد رو نداشتن. گفت برای عبدالمطلب برو از اینجا، این محمد آینده ای دارد که میاد همه ما بتها و اهل منها رو از زندگی مرد خواهد کرد. الله اکبر. خبر گوش عبدالمطلب رسید که فرزند گم شده است. عبدالمطلب بدون کعبه آمد، پرده های کعبه رو گرفت. خدایا پدرشو گرفتی ازم، بالاخره این رو یتیم کردی، فرزند رو من بازگردان. داشت التجا میکرد که ناگهان از درون کعبه ندایی آمد که با 200 اقبال او محفوظ ماست. کعبه محمد رو نخور، تو نمیخوای سرپرست محمد باشی. با 200 اقبال او محفوظ ماست، با 200 قلب ملک محفوظ ماست. ظاهرش را شهره کیهان کنیم، باطنش را از همه پنهان کنیم. ما جهانی را بدو زنده کنیم، چتر را در خدمتش بنده کنیم. تو دنبال محمد نگرد، محمد در آغوش ماست. کجا زیر فلان درخت؟ اونجا در آغوش فرشته‌ای از فرشتگان خدا. عبدالمطلب میره اونجا، فرزند رو با آغوش میگیره، میاره پیش مادرش. کاری نداریم که مادرش آمده اونجاست که بعد از مدتی بالاخره برای زیارت آرامگاه شوهر فقیرش راهی مدینه منوره میشود و در راه بازگشت محمد تنها مادرش را از دست میدهد. پروردگار عالم خواست این یتیم
پیامبر بزرگ آینده را از کودکی در تحت سخت‌ترین و بحرانی‌ترین موقعیت‌ها قرار بده تا در آینده از کوچکترین و حتی از بزرگترین مسئله که متوجه شد هرگز نهراسد. بله اون رسول آینده ماست و در 12 ربیع الاول ماه بالاخره سال عام الفیل رسول معظم اسلام قدم به عرصه ظهور گذاشت. اما وظیفه ما چیست؟ آیا فقط با یک جشن تولد گرفتن و با سور و سرناز زدن و با چراغانی کردن و با نصب پرچم‌هایی برای بالاخره قدردانی از تولد پیامبر و آیا با یک راهپیمایی و آیا با یک جلسه گرفتن می‌توانیم از خدمات ارزنده اون رسول خدا قدردانی کرد؟ هرگز نه. برادران عزیز، من در پایان صحبتم این نکته رو بخوام اذعان بکنم خدمت سروران عزیز که ما در طول تاریخ اسلام مطمئنیم و ایمان ماست و مذهب ماست و عقیده ماست که هیچ فرد مانند اصحاب رسول خدا دلسوزتر نسبت به رسول خدا نبوده و نباید. آیا کسی میتونه ادعا بکنه که من از اصحاب رسول نسبت به پیامبر خدا محبوبترم و محبت بیشتری دارم؟ قطعا نه. به خاطر همین هر دستوری از دستورات رسول خدا برای اونها لازم اجرا بود. اما آیا در تاریخ آمده که یک روز ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، حسن و حسین برای رسول خدا جشن تولد گرفته باشند؟ آیا شنیدید خود رسول خدا برای خود مراسم جشن تولد گرفته باشند؟ اینها از کجا آمده به جامعه ما؟ اینها من میگم بعد از تولد حضرت موسی، حضرت عیسی و بالا بردنش به طرف آسمان تا 3 قرن کسی جشن تولد برای عیسی نمیگیره. اما بعد از اون 25 دسامبر رو به نام روز کریسمس برای جشن تولد از حضرت عیسی علیه السلام برگزار کردن. ابتدا مانند جلسات منشور فقط سخنرانی بود و حتی یک سوری اگر می‌خواندن. به مرور زمان گفتن بابا این جلسات سخنرانی خوشه، جوانان شرکت نمی‌کنن، دیگه موزیک و موسیقی و فلان بیارید. به مرور زمان زنها آمدن، مردها آمدن، اختلاط قرار گرفت. با خدا قسم همه شما هم می‌دانید امروز در روز کریسمس، این روز جشن میلاد مسیح، شرابی که در اون روز نوشیده می‌شود در طول سال نوشیده می‌شود. بی‌حجابی و بدحجابی و عکس الخدمت و زناکاری و تجاوز و عنفی که در اون روز انجام می‌گیرد در تمام سال انجام نخواهد گرفت. و در جالب اینجا که همه اینها به نام حضرت عیسی و برای قدردانی از حضرت عیسی انجام می‌گیرد. و متاسفانه امروز در میان مسلمانان هم این مسئله آمده است. خدا را شکر که امروز فقط در حد سخنرانی است، اما متاسفانه در روز به روز بر کیفیت این جلسات، کیفیت ظاهری این جلسات گسترده می شود و از معنویت ها خبر نیست. برادران عزیز، ما نباید در 12 ربیع الاول فقط برای رسول الله جشن بگیریم. ما نباید فقط در 12 ربیع الاول از رسول الله تذکره بکنیم. فقط در 12 ربیع الاول بر پیامبر خدا درود بفرستیم. این خیانت نسبت به رسول خدا. اقبال لاهوری کجایی چه می‌فرماید؟ ای توهی از ذوق و شوق و سوز و درد، میشناسی عصر ما با ما چه کرد؟ عصر ما را ز ما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد. چون به نام مصطفی خواهند درود، از خجالت آب میگردد وجود. عشق میگوید که ای محکوم غیر، سینه تو از بتان مانند دل. تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میانا نابو. وقتی که رنگ و بو از محمد نداری، با یک جلسه جشن تولد نمیتونی قدردانی بکنی از نعمات رسول خدا نیست. چرا میایم خط و خیرات دادن را فقط مخصوص 12 ربیع الاول میکنیم؟ آخر اگر امروز جشن رسول خداست، روز وفات رسول خدا هم 12 ربیع الاول هست. اگر بزنیم و برقصیم پس وفات رسول خدا رو چکار میکنیم؟ اگر بزنیم و بگریم پس تولد رسول خدا رو میخوام چکار بکنیم؟ پس بیاییم کاری که صحابه کردن که نه در اون روز بالاخره جشن شادی گرفتن که بزنن و برقصن، و نه در این روز چنان ماتم و عذاب و سرسیره زدن، بلکه حالت عادی رو صحابه داشتن. و ما بهترینه که درود نماز بخوانیم و گروه رسول معظم اسلام ببخشیم، گرچه که پیامبر خدا موقع این درود نماز برای شما نیست. بسیار میاد در این روز بالاخره دیگه های آنچنانی بار میکنن و دعوت میکنن از این طرف اون طرف. من میخوام 12 خند رسول الله بگیرم. چه اسلام هایی که نمیشه اونجا، چه تبذیرهایی که نمیشه اونجا، چه اعمال خلاف اسلامی در اونجا
میپذیرد. پس بیاییم برادران عزیز، هر کس در این مورد باید کار رو انجام بده، بیاد سوال بکنه از علما، از همه علما سوال بکنید. علما رو این نظریه همه متفق القولن که ما واژه‌ای به نام دعا و ختم رسول الله نداریم. امیدوارم که سروران عزیز و پروردگار عالم همه ما رو توفیق عمل کردن به احادیث رسول معظم اسلام عنایت بفرماید، توفیق تأسی گرفتن از سنت‌های پاک و حسنه رسول معظم اسلام عنایت بفرماید، بدعات و خرافات و رسول را که اسلام مغایر و متضاد با ایناست پروردگار از میان جامعه ما برگرداند و بردارد. الله عزوجل همه ما رو به شاهراه هدایت راهنمایی بفرماید. صلوات الله